ما تو این فایل به نکات غیر دارویی و نکات دارویی که در مورد درد دوران قاعدگی یا همون پریود هست میپردازیم. نکات غیر دارویی نکاتی هستن که معمولا هممون میدونیم و تقریبا هممون انجام نمیدیم. این موارد اونقدر تکرار میشن که شاید یک جایی، یک کسی، یک وقتی اونها رو انجام بده. اما اولین نکته، خواب. توصیه شده که هر فرد بین 6 تا 7 ساعت، البته رنج این اعداد متفاوته و بیشتر هم میرسه، در شبانه روز استراحت کنه. این خواب هم سطح شناخت فرد رو بالا میبره، هم میزان استرس رو کاهش میده و باعث میشه که درد افراد در دوره پریود کاهش پیدا کنه. مایعات فراوان، میوه ها و سبزیجاتی که حاوی آب فراوان هستند یا مصرف خود آب خالص. توصیه شده که در این دوره ها از موادی که کافئین دارن یا مواد محرک مثل نوشابه های کمتر استفاده شه. استرس رو کمتر کنیم. جمله استرس نداشته باشید یکی از مزخرفترین جمله‌هایی که من شنیدم و بیشتر از این هیچ وقت کسی چیزی نمیگه. استرس نداشته باشید. همین که من این جمله رو براتون تکرار میکنم. یکی از راه‌هایی که ما میتونیم با اون میزان استرس رو کاهش بدیم مراقبه یا همون مدیتیشن است. مراقبه به صورت معمول اینجوری هستش که یک جا ثابت میشینن، چشاشون رو میبندن. اگر فکری اومد، اون فکرها میاد به هر حال. آدم چشش رو ببنده 1000 تا فکر میاد. اون فکرها نادیده هم نمیگیرن. اون فکرها رو فقط به کناری هول میدن. مثل دیدن فیلم. فکر اومد و فکر میره. مراقبه چیزی هستش که اکثر ادیان به نوعی از اون رو استفاده کردن. نوعش متفاوته. صوفی ها از اون استفاده کردن یا جدیداً علم داره ازش استفاده میکنن. با خصوص تو غرب. به هر حال مراقبه چیزی هست که از شرق و تا غرب ادامه داشته، وجود داره، از زمانهای بسیار قدیم وجود داشته و احتمالاً ادامه خواهد داشت و مفید بوده و مفید هست. توصیه شده که روزی چند بار، حداقل 2 یا 3 بار به مدت حداقل 20 دقیقه. ولی شروع از 20 دقیقه یک شروع سختی هستش. بهتر از 5 دقیقه شروع کرد. انواع مختلفی داره. اکثرشون حول هوش تنفس میچرخه. معمولا یک موسیقی وجود داره که بهش گوش میدن یا یه صداهایی از خودشون در میارن و موسیقی میسازن یا یه سری ذکرهای خاص رو تکرار میکنن. همشون موثره. ولی هر فردی میتونه یک سبک مراقبه خاص خودش رو داشته باشه. ورزش یا نرمش. در اکثر مقالات که در مورد ورزش و بیماری ها هست، ورزش باعث کاهش بیماری های مثل دیابت، بیماری های قلبی، بیماری های استرسی، بیماری های افسردگی شده. میانگین ورزش توصیه شده معمولا هر هفته 200 دقیقه یا 5 روز در هفته به مدت 30 دقیقه هستش. پیاده روی تند یک ورزش مناسب هستش. استراحت، آب، مصرف میوه و سبزیجات و ورزش و نرمش منظم اونجوری که منابع میگن میتونه کل صنعت و اقتصاد درمانی رو نابود کنه. و خوشبختانه یا متاسفانه چیزهایی که همه ما میدونیم چیزهایی نیست که همه ما انجامش میدیم. داروها. یک سری داروها هستن به اسم داروهای ضد درد غیر استروئیدی. مثلا ایبوپروفن، ناپروکسن. ایبوپروفن که برند ایرانیش ژلوفن هستش و برند آمریکاییش ادویل. داروهای بسیار موثری در کاهش درد هستند. این داروها باید قبل از شروع درد مصرف شن و 2 تا 3 روز بیشتر استفاده نشن. البته این داروها در افراد مختلف اثرات متفاوتی دارن. مثلا در یک نفر ممکنه مفنامیک اسید داروی موثرتری باشه. پس همونطور که گفتیم قبل از شروع درد باید استفاده شن و 2-3 روز بیشتر نباید استفاده شن. اگر درد بیشتر طول میکشه حتما باید به یک متخصص زنان مراجعه کنید. قرص‌های ضد حاملگی. این قرص‌ها بسیار متنوعن و برای استفاده و شروع استفاده بهتره که با پزشک متخصص زنان مشورت شه.